اگر قهوه دوستی این اصطلاحات رو باید بدونی. اگر شما هم وزن پودر قهوه‌تون عصاره بگیرید میشه ریسترتو، اگر 2 برابر وزن پودر قهوه‌تون عصاره بگیرید میشه اسپرسو و اگر 3 برابر پودر قهوه عصاره گیری بکنید میشه لانگو. اگر همین اسپرسو رو توی آب جوش بریزی میشه آمریکانو. اگر همین اسپرسو رو توی شیر بریزی میشه لاته و اگر همین اسپرسو رو توی شیر بازم بریزی فوم شیر اضافه بکنی میشه کاپوچینو. همین کاپوچینو رو در نظر بگیر اگر بهش سس شکلات اضافه بکنی میشه موکاچینو. پس این اصطلاحات رو یاد بگیر که اگر رفتی کافه و میخواستی سفارش بدی بدونی اون نوشیدنی که برات میارن چی هستش.